بقوم فهو منهم، کسی چه مانندی میکند به کافران یهود و نصارا، پس اون از جمله همون هاست، یعنی یهود و نصارا یعنی کافر است. یعنی که انسانی که جشن میگیرد و اشتراک میکند در آنها، معنای چی دارد؟ معنای که دین آنها را اعتراف میکند، دین آنها را اعتراف میکند، دین آنها را. در مذهب امام ابو حنیفه، علمای امام ابو حنیفه میگن که مذهب امام ابو حنیفه علماش میگن کسی که هدیه کرد به کافر یا که همین جشن گرفتم خیلی وای کافر میگن، وای کافر هدیه کرد و که همین جشن گرفتن همین چه ایده. این در مذهب امام ابو حنیفه که کسی که مثلا میگن که ما مذهب ابو حنیفه، من ابو حنیفه هم تری میگم، علمای مذهب امام ابو حنیفه که دیمش الله عز وجل میگه که لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، میگه هرگز از شما یهود و نصارا راضی نمیشن تا اونی که ملت آنها را، دین آنها را پیروی کنید. یعنی که انسان شما، یعنی که انسانی که جشن میگیرد دین آنها را پیروی کرد، پیروی دین آنهاست. برادر جان، ما برادر جان اقرار میکنیم که باید دین دارن، خدا میگه که دین در نزد خداوند اسلام است. ما اقرار میکنیم که باید عید دارن، عید در دینشون این هستن. بعضی از مذهبای همون خریستانا اعتراف نمیکنن همین سال نو، اصلا میگن این سال نو ای بیزباجنیکا، میگه آدمای بی خدا اصلا. همونا هم خیلی میگن در دین خودشون، مذهبای خودشون تری میگن. من نفهم تاجیک به کدام درجه میروه که عیدی و یارا جشن میگیرد، عید باطیلی و یارا جشن میگیرد که خداوند به ما را پیغمبر گفت که خداوند به شما را یعنی تبدیل داد. وقتی که مدینه را گفت تبدیل داد به عید قربان و عید رمضان، نخود به ما را عید قربان و رمضان بسنده نیست برادر. برای همین میگه کسی که مانندی کرد خودش به قدم قوم وای از من هاست. کسی که میگه که همون قوم دوست داشت وای با همون قوم روز قیامت حشر می شود. برای همین انسان باید آگاهی باشد، سال نو نکند. سال نو این معنای دارد که در دین او، در ایمان او خللی هست، در ایمان او ایمان ساز و سالم نیست، دین او دین سالم نیست، دین سالم نیست. فهمیدی برای جان؟ برای همین انسان باید بر حذر باشد از این کارا، دوری جوید که بهتر است برای او که خودش به امنا مانندی نکند. برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث میگه که لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه. این پیغمبر میگه که شما پیروی میکنید راه و روش یهود و نصارا، آدمایی که پیش از ما بودن یهود و نصارا، وجب به وجب، یعنی که همین وجب به وجب، دست به دست، بازو به بازو پیرویش میکنه تا همین در همون ایچای گفت میگن که ایچای صغر میدراین، شما هم در ایچای صغر میدروید. همین حاضر تطبیق چیز است، همین تطبیق 100% شده است و علامت روز قیامت است که انسان ها مسلمان چقدر پیروی میکنن از همین که چقدر عالما من کردن، پیغمبر من کرده است. برای همین بر حذر باشید، ایمانتون از دست ندید برادر.